یادم یه روزی وقتی که میخواستیم مواد مخدر تهیه کنیم با همبازی ها میگفتیم بریم سراغ ساقی. یه مدت گذشت میگفتیم صاحب جنس، بعد شد کاسب، اسم عوض شد، ولی هدف یک چیز بود، میرفتیم دنبال فروشنده مواد مخدر، چون زندگی میکردیم که مصرف کنیم و مصرف میکردیم که زندگی کنیم. امروز خدا رو شکر میکنیم که در کنار هم دیگه توسط برنامه انجمن معتادان گمنام تونستیم راهی پیدا کنیم با خواست و اراده خداوند بدون مصرف مواد مخدر و دغدغه‌های زندگی کنیم.